سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه تو این ویدیو میخوایم درباره اسکریپت وارپ با هم صحبت کنیم، ببینیم مثلا چیه این وارپ. این روزا خیلی داره سر و صدا میکنه. 100% هم اسمشو شنیدید دیگه، حداقل یه بار به گوشتون خورده. توی این بازار فیلتر شکن و این گروه ها و کانال ها دیگه 100% درباره‌اش یه اطلاعاتی دارید. حالا اصلا ببینیم چیه این وارپ. ببینید بچه ها، این وارپ یه اسکریپتیه که یه یوتیوبر چینی لطف کرده اومده این اسکریپت رو نوشته. حالا این میاد چی کار میکنه؟ این اسکریپت رو وقتی شما فعال میکنید رو سرورتون، میاد آی پی سرور شما رو که این باشه. الان من از هسنر یه آی پی گرفتم، آی پیم اینه، یه سرور گرفتم آی پیش اینه. الان من روی این اگه وارپ رو نصب کنم، خب وقتی فعال بشه اینو میگیره داخل خودش نگه میداره، میگه آقا این آی پی رو بده به من، بیا من یه آی پی دیگه بهت بدم. یکی از آی پی های کلودفلر رو میندازه روی این. یعنی وقتی که شما بیاید چک آی پی بگیرید، چک آی پی آدرس بگیرید تو اینترنت بنویسید مای آی پی، به جای اینکه 91 107 184 36 رو بیاره همینو، به جای اینکه اینو بیاره یکی از آی پی کلودفلر رو به شما نشون میده. و این خیلی قابلیت خفنیه. بچه‌هایی که تونل میزنن، بچه‌هایی که مشکل حساسیت آی پی دارن، آی پی هاشون خیلی سری لو میره یا محدود میشه، پهنا باندشون محدود میشه، این اسکریپت خیلی میتونه بهشون کمک کنه. فایده دیگه ای هم که داره اینه که بچه ها مثلا بعضی از سایت ها باز نمیشه در صورت معمولی، یعنی در حالت معمولی باز نمیشه. مثلا شما به سرورتون وصل باشین، سایت تلگرام رو نمیتونین درست حسابی باز کنین، میدونید باز میشه ها، ولی برنامه تلگرام رو از سایت رسمی تلگرام نمیتونین دانلود کنین، بهتون یه ارور یو آر ال چیزی یه همچین چیزی میده. یا مثلا اصلا چرا راه دور بریم، شما اسپاتیفای رو نمیتونین باز کنین، بهتون ارور میده. این مشکل از چیه؟ مشکل از سرور نیست، مشکل از وارپ. وارپ بزنید مشکلتون حل میشه. حالا الان چند دقیقه درباره خوبیاش گفتیم، حالا میخوایم از جنبه منفیش هم نگاه کنیم به این قضیه. این وارپ خیلی میتونه بچه‌ها دردسرساز بشه واسهتون. حالا چرا؟ ببینید اینو هیچ کس نمیگه، من هر جا نگاه میکنم همه میگن آقا وارپ بزنید خیلی خوبه خیلی فلانه، ولی یه نفر نمیاد بگه آقا وارپو میزنی یه دقیقه حواست هم باشه که داری چی کار میکنی. یه لحظه با یه حواس پرتی، با یه غفلت، با یه بی‌دقتی کوچیک، تمام 0 تا 100 سرورتو میتونی بدی هوا، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. این وارپ خیلی خطرناکه بچه‌ها. من چندین ماه از این وارپ دارم استفاده میکنم، حالا نمیدونم چرا تقریبا 1-2 هفته است بد جوری داغ شده، هر کیو میبینی داره درباره وارپ صحبت میکنه. به خاطر همین گفتم اینو حتما بیام بهتون بگم. بعد بچه‌ها یه مشکلی هم که هست، همه وارپ‌های پنل‌های ایرانی استفاده میکنن، پنل صنایعی مثلا وارپ گذاشته، بچه‌ها میان اونو میزنن. من نمیگم بده، واقعا بد نیست، من با صنایع اصلا مشکلی ندارم، من خودم 2 ماه رو پنل صنایعی بودم، یعنی مشکلی نداره. ولی بچه‌ها اینا باگ دارن، اینا باگ میخورن. یکی اومده بود به من میگفت من وارپ ریختم خیلی خوبه فلانه، گفتم خب مشکلت چی بوده؟ میگه من بیشتر از 100 تا یوزر دارم، میگه من مشتریم. طرف مشتری داشتش، فروشنده بود، میگه من مشتریام یه 100-150 نفری هستن، وقتی زیاد میشن، تعداد زیادی بهشون وصل میشه، قطع میشه وارپ من، سرور من قطع میشه. خب میگم تو وارپ نبوده، چه وارپی زدی؟ وارپ چینی باید بزنی دیگه، شما وارپ چینی نزدی، هر وارپی رو بهت فرستادن براشی زدی. حالا بعضی از وارپ هست دستیه، طرف میره دستی وارد میکنه. خب این یعنی چی؟ شما داری با سرور خوب، با جون سرور خودت داری بازی میکنی. حالا طرف فروشنده باشه یا عالم یوزر داشته باشه، هیچی دیگه، به فنا میره همه چیش. به خاطر همین شما هم خیلی حواستون باشه اگر واقعا فروشنده هستی. من این نکاتو میگم که بچه‌ها زدید یهو سرورتون به فنا رفت، بعد نیاید به من فوش بدید. من دارم از الان میگم بهتون این وارپ میتونه دردسرساز باشه واسهتون، پس حتما از پنلتون بکاپ داشته باشین. اگر خدایی نکرده وسط وارپ باشید اینترنتتون قطع بشه،
الان اینو که گفتم شاید خودتون دیگه متوجه بشید چقدر من سر این قضیه به فنا رفتم. من هر دفعه اومدم این وارپو بزنم اینترنتم قطع شده. وقتی که اینترنت شما وسط وارپ قطع بشه، شما سرورتون به طور کامل قفل میشه، هیچ کاری نمیتونین بکنین، کانفیگاتون قطع میشه. یا باید ریستور بزنید یا باید کامل سرور رو ریبیلد کنید، ریبیلد بزنید، از اول همه تنظیمات رو بیارید بالا. پس حواستون خیلی به این قضیه باشه، چون واقعا میتونه خیلی واسهتون داستان درست کنه. مشکل دیگه ای هم که داره، وقتی شما وارپ رو فعال میکنین سرورتون کند میشه. نه اینکه کند از لحاظ سرعت ها، نه، منظورم اینه که وقتی SSH بزنید به سرور، مثلا نمیتونید یه چیزی روش نصب کنید، نمیتونید آپدیت آپگرید بزنید، میتونید بزنید ولی 3 روز دیگه واسهتون آپدیت میشه. متوجه شدید؟ به خاطر همین این باید چیکار کنید؟ باید اول وارپو قطع کنید، یعنی برید خاموش کنید، بعدش بیاید این کارتون رو انجام بدید. حالا میخواید آپدیت کنید یا نمیدونم یه داکری چیزی مثلا نصب کنید رو سرورتون، بعد که کارتون رو انجام بدید دوباره برید روشنش کنید. خب همه چیو گفتم دیگه، واقعا دیگه چیزی نموندش. حالا میخوایم بریم ببینیم چه جوری باید این کار رو انجام بدیم. بچه‌ها اسکریپت اینه، این اسکریپت آپدیت شده، داغ هنوز به 24 ساعت نکشیده آپدیتش. این اسکریپت وارپ جدید چینی، اصل چینیه دیگه. این ما از اون استفاده میکنیم که دیگه خیالمون راحت باشه. SSH بزنم سریع به سرور، شما با هر چی دوست دارید SSH بزنید، من با CMD ویندوز میرم. پسوردمو سریع وارد کنم. خب بچه من اینو کپی کنم سریع. ویدیو هم خواستم طولانی نشه چون توضیحات زیاد بود، ظاهرا دوباره یکم شاید وقتش بیشتر بشه. خب منتظر میمونیم که بچه اینم بهتون بگم اینو خیلی رعایت کنید. وقتی میخواید وارپو نصب کنید به سرور خودتون متصل نباید باشید. به سرور خودتون نباید متصل باشید. اگه سرورتون تمیزه، اگه آیپیتون تمیزه، خب چیز مشکلی ندارید دیگه، به فیلتر چکن اصلا لازم نیست وصل باشید. ولی مثل من اگه آیپیتون داغونه و نیاز به فیلتر چکن دارین، شما حتما باید به یه فیلتر چکن دیگه وصل باشین، به سرور یکی. مثلا حالا اگه کانفیگی چیزی دارین، اگه سرور جدا دارین، به اون وصلین این کارو انجام بدین. چون اگه مثلا الان من به همین سرور خودم که میخوام وارپ روش نصب کنم اگه بهش وصل باشم، چون این میخواد وارپ رو فعال کنه، وسطش قطع میشه. وقتی که قطع بشه خب هیچی دیگه، انگار اینترنت من قطع شده، به فنا میرید، یعنی واقعا به فنا میره سرور. من این ببینید بچه‌ها، اینه که دارم میگم همش سر من اومده، خیلی اینا واسه من داستان درست کرده. دارم بهتون میگم که به این مشکل ها نخورید. خب ما این اسکریپت رو که اجرا کردیم بچه‌ها، برای ما دیگه منتظر موندم که خودش نصب و انجام بده. بعدش این صفحه باز میشه، ما وارپ گو رو میخوایم. شما یه شماره 1 رو میزنید میره جلو، 2 هم میتونید بزنید، 2 هم همین کارو میکنه، ولی خب اصلیش 1 دیگه. 0 هم که خروج از اسکریپته، 0 رو بزنید میاد بیرون. پس 1 رو میزنیم بره نصبش رو انجام بده و بره صفحه وارپ رو برای ما بیاره تا بزنیم فعال بشه. پس بچه حواستون به این باشه، به سرور خودتون وصل نباشید وقتی میخواید وارپ رو بزنید. اینم در جریانش باشید که خدای نکرده داستان نشه. خب الان این صفحه باز شد واسه ما، اینو من بیارم بالا. ببینید یه 10 تا واسه من گزینه آورده که میخوای چیکار کنی. ما همین دوباره 1 رو میزنیم، میخوایم وارپ رو نصب کنه برامون. میتونید اینا رو ترنسلیت بزنید یکی ببینید چیا نوشته، ولی خب به درد نمیخوره. مثلا یکیش آپدیت هسته وارپ، یکیش آپدیت نرم افزاری وارپ. اینا چیز خاصی نیستش، حالا من تو ترنسلیت زدم دیدم، ولی اگه کنجکاو هستید میتونید بزنید ببینید. ولی ما با 1 کار داریم، گزینه 1. ببینید اینجا هم IPv4 و IPv6 شما رو نوشته. پس من 1 رو میزنم، شماره 1 رو اینجا وارد میکنم. خب گزینه 1 چی نوشته؟ گفته آقا میخوای رو IPv4 بزنم، 2 گفته رو IPv6 بزنم، 3 گفته جفتش. من 1 رو میزنم، میگم آقا همون رو IPv4 فعلا نصب کن ببینیم حالا چی میشه. چون حالا ویدیو ما میخوایم با همین اولی بزنیم، من میخوام به شما فقط نشون بدم. حالا وای میستیم این کارشو انجام بده. یه چند دقیقه، حالا چند دقیقه که نه، تقریبا 10-20 ثانیه طول بکشه.
بعضی موقعی کم طول میکشه، ولی خب این اسکریپت آپدیت شده است، یعنی آپدیتش هنوز به 10-12 ساعت نرسیده، خیلی تازه است این اسکریپت، داغ قشنگ. خب بچه‌ها ببینید الان داره انجام میده، بذارید نتیجه رو بیاره. آها تمام شد. خب حالا بذارید من یه چیزی به شما نشون بدم. من بیام بالاتر، اینجا چی نوشته بود؟ آی پی منو نوشته بود، درسته؟ نوشته بود 91 107 184 36 91 107 184 36 درسته؟ حالا وقتی من زدم که انجام بده، حالا چی نوشته؟ 104 28 221 34 104 رنج آی پی کجاست؟ کلودفلر. تمام شد و رفت. شما آی پی تون برداشته شد، آی پی کلودفلر اومد اینجا. حالا چرا آی پی وی 6 من هیچ تغییری نکرد؟ آی پی وی 6 همون قبلی هست. چرا؟ چون نزدم دیگه، زدم آی پی وی 4 هم فقط تغییر بده. اوکی. خب تمام شد. هیچ کار دیگه قرار نیست انجام بدید. اکسیت میزنید. خب حالا به سرور اصلی خودتون وصل میشید بچه‌ها. من به سرور اصلی خودم وصل میشم که ببینم وصل میشه یا نه. بله وصل میشه. حالا من یه دامین چیزی آوردم روی این بالا، زیاد اونطوری هم سرعتش تعریفی نیست، ولی خب من یه اینو ریفرش بکنم ببینم که چی میشه. آی پی ما این بود، الان ببینیم چند شده آی پی مون. بذار اینم بزنم با این سایت. بچه‌ها دیدید چند شد؟ آی پی مون 91 مگه نبود؟ ببین 91 107 184 36. بذارید اینم ریفرش کنه این سایتو. الان ببینم چند میده. الان میاد، ولی این ببینید این آورد 104 28 159 16. یعنی واقعا خیلی خفنه این روش، این اسکریپت. بعد بچه‌هایی که تونل میزنن هم میتونن از این روش استفاده کنن برای، چون بچه‌ها ببینید بعضی از دیتا سنترهای ایرانی حساسن روی آی پی، یعنی آی پی شما باید تمیز باشه تا کار کنه. اگه آی پی تون کثیف باشه کار نمیکنه. خب این سایت انگاری یه چیزی شد، نمیتونه ریفرش کنه. بذارید من یه دور دیگه بزنم. به خاطر همین شما برای اینکه دیرتر لو برید، میتونید بچه‌ای که تونل میزنن این از این اسکریپت استفاده بکنن، بزنن دیگه، برن اشغال دیگه، اصلا آی پیشون لو نمیره. بچه این سایت رو نمیدونم حالا چرا باز نمیکنه. من اینترنتم وصله، حالا این مشکل خود این سایت هست ظاهرا. بذارید یه دور دیگه من ریفرش کنم. ولی به هر حال همین بود دیگه. الان میبینید بچه‌ها آی پی شما تغییر کرده و هیچ مشکلی هم ندارید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و کاربردی باشه واسهتون و به کارتون بیاد. ویدیو کلا همین بود دیگه. میخواستم این وارپو براتون قضیهشو کلا ببندیم بره دیگه. اینقدر ویدیو دربارش هست دیگه. ببینید بچه درست شد. سایت اومد آی پی وی 4 104 28 159 16 104 28 159 16. یعنی واقعا معرکه است. بعد بچه اینم بهتون بگم، من چون خیلی وقت دارم از این وارپ استفاده میکنم، گاهن خودم دیدم که تو سرعت هم خیلی تاثیر میذاره. به هر حال بزنید ببینید چه جوریه دیگه. امیدوارم که ویدیو به کارتون بیاد. نکاتی که تو اولی ویدیو هم گفتم خواهشاً رعایت کنید که سرورتون به مشکل نخوره. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. هر سوالی مشکلی بود در خدمتتون هستم. فعلا خدا نگهدار.